پسری از مادرش پول خواست، اما مادر با او پول نداد. میدونست که پسر پول را در جایهای بیهوده صرف میکند. پسر و قهر و غضبش بالا شد و به خانه در آمد. پس از چند دقیقه مادر در آشخانه مشغول خوراک پزی بود. پسر آمده در نزد در آشخانه راست ایستاده ورقی را برآورد و خواند. یکم: مبلغی که من در مدت این هفته خانه ها را رفتم 70 سامانی. دوم: مبلغی که من به جای تو رفته از بازار خراجات کرده می بیام 20 سامانی. سیوم: مبلغی که دادر و خواهرانم را نگاه و بین میکنم 20 سامانی. چهارم: مبلغی که در مکتب با بهای خوب میخوانم 70 سامانی. پنجم: مبلغی که چاروها را نگاه و بین میکنم 20 سامانی. جمع همگی 200 سامانی این هفته باید به من بدهید، زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید مزد کارگر را پیش از خشک شدن عرق جبینش بدهید. مادر لبخند زده ورق را از دست پسرش گرفته و در پشت آن می نویسد: مبلغی که 9 ماه در بطنم تو را برداشتم این بی‌بهاست. مبلغی که 20 ماه تو را از پستانم شیر دادم این هم بی‌بهاست. مبلغی که در خردسالیت تو را شستشوی میکردم و لباسهایت را عوض میکردم این هم بی‌بهاست. مبلغی که شبهای دراز به خوابی میکشیدم، در حالت بیماریت تا به صبح میشستم این هم بی‌بهاست. تا امروز تمام سر و لباس برایت خریدم این هم بی‌بهاست. ای پسرم، اینها همه یک سو آن محبتی که نسبت تو دارم نرخ یعنی ارزش قیمت ندارد. پسر نوشته های مادر را دید، چشمانش پر از اشک شد و به سوی مادر گفت: مادر مرا ببخش. سپس ورق را گرفته با خطهای کلان کلان در زیر آن نوشته های مادر نوشت: قرضی است که هرگز ادا کرده نتوانم. دوستان من خوب بیاندیشید. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.